اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنیم، سکوت کنیم. اگر عکس من رو هم آتش زدن، پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است، برای اون روزی که نیروی جوان و مؤمن و حزب اللهی باید در مقابله با دشمن بایستد. و الا حالا فرض کنیم یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده یا یک حرفی زد، یک کاری کرد، چه اشکالی دارد؟ من از او صرف نظر میکنم.